Make Iran great again. Welcome to Persia. حال آقا. حال شما خوبه؟ یه سوال می‌خواستیم بپرسیم از شما. حرام است جان؟ حرام شده؟ مثلا شما ایرانی هستی یا پارسی؟ شما ایرانی هستی یا پارسی؟ سوال فرقش اینه که مردم ایران از زمان رضا شاه به اینور اسم سرزمینشون تبدیل به پارس شده. ما قبلا ریشه پارس داشتیم. ما آدمی یا انسان؟ ما انسان نما داریم. خودشون آدم یا انسان؟ من خودم شاید آدم باشم. حضرت آدم که یه دونه بود. انسان پس چیه؟ انسان چیه؟ انسان. بشر چیه؟ ما لفظ رو عوض کنیم چی میشه؟ بشر میشه بشارت دهنده. نه این لفظ عوض کردن نمیشه. این هویتمونه، این ملیتمونه، تمدنمونه، سرزمینه. این سرزمینی که من بعد و تا الان بوده همه زندگی کردیم. آره ولی جمله قشنگ من روی پوله. شما متولد کجایی؟ من پارس، سرزمین پارس. ایشون لور پارسی هستن. هستم. من لور لورا پارس. خودشونو پارس. شما متولد کجایی؟ ما هم متولد همینجا. حاج آقا اینو نگاه کن، پیامبر اعظم نوشته، درسته؟ چی فرمودن؟ دانش اگر در ثریا هم باشد سرزمینی است مردانی از سرزمین پارس در آن دست خواهند یافت. درست گفته؟ یعنی میخواد بگه که اون زمان مردم پیغمبر فارسی صحبت کرد یا عربی؟ پیغمبر عربی بوده، چون برای مردم عرب بودن. یا عربی خواهرم فارسی نوشته. فارسی نوشته پیغمبر نوشته. نه خب حدیثیه که به قول ما در آوردن که به زبان فارسی نوشته. الان شما خودتون ایرانی میدونی یا پارسی؟ متولد این سرزمینم. سرزمین اسمش چیه؟ بعد اسم دوست ما نوادگان کوروشیم. سرزمین 90 سال اسم کشور ما آقا عوض شده. 90 سال. خب دیگه قبلش پارس بودیم. پارس و پارس. رضا شاه اومدن کشور ما رو جمهوری اسلامی پارس. جمهوری اسلامی پارس. اصلا جمهوری اسلامی نداره. الان با دعوا دعوای لفظ نه. دعوا سر لفظ نداریم. دعوای کلمه علمیه. نه دعوای کلمه علمیه. یعنی مباحثه سر این چه اسم شما اسم خدا رو بذار نعوذ بالله بذار اصغر. بالاخره کار خداییشو میکنه یا نمیکنه؟ ولی الان ایران کجا به دنیا اومدی؟ پارس. همینجا به دنیا اومدی. هر اسمی دوست داری. شما موافقی؟ از امروز به پارس. ما موافقی ایران ایو انا عظمت برسونیم به پاشم. خودتون عشق خودتون انسانیت ما از خودتون طرف محمد حسینی اینجا رو خودسین میلیونی ریاست اومد. واقعا اون آدم مزخرفیه ولی هرچی که من فکر میکنم به ما گفته هویت مردم رو بهشون یادآوری کنیم. همین هر کلمه‌ای که شما اون کسی که واسه جون همشهریاش و هموطناش فارسی چه واسش مهم نباشه کلا این کارو خدا بزن